آقای شاهی، یک روشی رو معرفی کنید که شل شدگی و افتادگی پوست رو درمان کنه. بیوممتیک جدیدترین روش و متد درمانی ریزمولکولی هستش که میتونه شل شدگی و افتادگی پوستتون رو در گونه ها، ناحیه سگینگ و به خصوص قبقب برطرف بکنه. خطوط صورت رو چی درمان میکنه؟ البته باز هم با کمک درمان بیوممتیک میتونید انواع خطوط صورت مثل خط عقل، خط پیشانی، خطوط لبخند و خطوط پنجه کلاقی دور چشم رو رفع بکنید. من پوستم حساسه، مشکلی نداره؟ محصولی رو خدمتتون معرفی میکنم که از مواد مغذی و ارگانیک ساخته شده باشه، روی حساسترین نوع پوست تاثیر گذاره و فاقد عوارضه. چه مدت بعد استفاده کنم؟ افراد تا 40 سال در یک دوره یعنی 30 روز میتونن استفاده کنن و به نتیجه برسن. افراد بالای 40 سالم تا 3 دوره یعنی 3 ماه باید استفاده کنن تا به نتیجه قطعی برسن. خب بگین چه محصولی هستش؟ البته محصول رو بهتون معرفی میکنم، نیاز نیستش که نه عددی رو کامنت کنید نه کلمه ای رو بفرستید. کرم لیفتینگ لاکچری کوینه تحت لیسانس کمپانی لاکچری کوین فرانسه. میگن برای تاثیر بیشتر باید صورت رو به درستی ماساژ بدیم. البته کلا کرم هایی که به عنوان کرم های لایه بردار جوانساز هستن، برای اینکه بتونید بیشترین تاثیر رو روی صورتتون داشته باشید باید به صورت کاملا اصولی و علمی صورتتون رو ماساژ بدید. محصولی که خدمتتون معرفی کردم همراه خودش یک ماساژور داره که بتونید به صورت کاملا اصولی از ماساژورش استفاده بکنید و بهترین نتیجه رو بگیرید. برای پوستای خشک و نازک هم مناسبه؟ این کرم برای انواع پوست مناسبه، اما کسانی که پوستشون خشکه و یا نازکه حتما بعد از استفاده از این کرم باید از آبرسان و مرطوب کننده استفاده بکنن. چجوری میتونیم سفارش بدیم؟ برای ثبت سفارش، مشاوره یا هر سوالی که دارین شماره واتساپ هم رو میذارم، با ما در واتساپ در ارتباط باشید. من مهدی شایی هستم، مشاور تخصصی پوست شما. خوشحال میشم که کانالمون رو دنبال بکنید و از ویدیوهای بیشتر از داخل کانالمون استفاده کنید و برای دوستانتون بفرستید.